الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوستان عزیز و ارجمند، ما در چینل خود یک سلسله دروس قرآنی را شروع میکنم. انسان باید قبل از ترجمه قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم باید اصول یاد داشته باشد. مفسرین کرام بسیار اصول بیان کردند قبل از شروع کردن به تفسیر و ترجمه قرآن کریم. ما این اصول قرآن کریم را سلسله وار روزانه چند دقیقه براتان پیش میکنم. از شما عزیزان گزارش است که این را خودتان گوش بگیرید و یاد بگیرید و به دیگران هم برسانید. اول اصول درباره فضیلت قرآن کریم میخوانیم. قرآن کریم چی فضیلت دارد؟ حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکنند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. کسی که یک حرف از کتاب الله بخواند، از قرآن کریم بخواند، درش الله تعالی یک نیکی میدهد. و فیصله قرآن کریم است: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که یک نیکی میکند، الله تعالی در بدلش 10 نیکی نوشته میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا اقول الف لام میم حرف. من نمیگم که الف لام میم تنها یک حرف است، بلکه الف جدا حرف است، لام جدا حرف است و میم جدا حرف است. یعنی کسی که صرف الف لام میم را تلاوت بکنه، گویا که الله تعالی 30 نیکی برش نصیب میکند. حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه روایت میکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان فرمودند: اگر تو صبح یک آیه قرآن کریم را یاد بگیری، برای تو از 100 رکعت نفل کرده بهتر است. کسی که اگر یک آیه قرآن کریم را یاد بگیرد، در مدرسه و یا در مسجد پیش امام و یا برای خود استاد متعین میکند، یک حرف از قرآن کریم یاد میگیرد، گویا که 100 رکعت نفل خوانده باشد، برش از 100 رکعت نفل کرده بهتر است. و فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم: ای ابوذر غفاری، اگر تو یک باب علم را یاد بگیری، برای تو از 1000 رکعت نفل کرده بهتر است. از 1000 رکعت نفل کرده بهتر است کسی که یک باب علم را، برابر است که درباره طهارت باشد، درباره مسائل نماز باشد، یا درباره مسائل زکات باشد، حج باشد، معاملات و غیره باشد، در هر باره که باب باشد، یک باب علم را کس یاد میگیرد، گویا که برش از 1000 رکعت نفل کرده بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن کریم را یاد میگیرد و برای دیگران یاد میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر فرمودند: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعطه فيه وهو عليه شاق له اجران. کسی که ماهر به قرآن کریم است، به قرآن کریم مهارت دارد، او امرای فرشتگان مقرب خداوند است، لیکن او کسی که تلاوت می کند و یتتعطه فیه و لکنت زبانی دارد، زبانش درست دور نمی خورد، و هو علیه شاق، بالاش گرنگ تمام میشه، سر زبانش گرنگ تمام میشه، با وجودی از تلاوت میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن: له اجران. برای انسان 2 اجر است. یکی اجری که انسان تلاوت میکند و یکی اجری که سرش ثقل تمام میشه، لکنت زبان دارد، با وجودی از قرآن کریم را تلاوت میکند، یاد میکند، برش 2 اجر داده میشود.
از ابی امامه رضی الله تعالی عنه روایت است، فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شما قرآن کریم را تلاوت بکنید، صرف بالای طاق نگذارید. قرآن کریم را شما تلاوت بکنید، چون قرآن کریم روز قیامت برای اصحاب خود سفارش می کند، شفاعت می کند. پس کسی که اگر می خواهد روز قیامت قرآن کریم برای شفاعت کند، باید روزانه قرآن کریم را تلاوت بکند. و اگر یاد ندارد، باید برای خود یک استاد متعین بکند، یا در مدرسه رفته و یا در مسجد پیش امام خود رفته یاد بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند، راوی حدیث ابی سعید خدری است، فرمودند کسی را که قرآن کریم مشغول ساخته، یعنی وقت ندارد برای خود، برای حاجت خود دعا بکند، همیشه در تلاوت قرآن کریم مشغول است، الله تعالی دعای او را قبول میکند. با وجودی که انسان دعا نمیکند ولی در دلش است، در فکرش است، لیکن الله تعالی دعای انسان را قبول میکند، چون الله تعالی علیم بذات الصدور است. علیم بذات الصدور است، براز سینه ها آگاه است. از این خاطر هر حاجتی که انسان دارد الله تعالی قبول میکند، حاجت شرعی. لیکن افسوس است که ما امروز برای قرآن کریم وقت نمیتیم، برای دنیای خود وقت میتیم، لیکن برای قرآن کریم خود وقت نمیتیم. از شما دوستا گزارش است که این دروس قرآن کریم را خودتان گوش بکنید، یاد بگیرید و به دیگران یاد بدهید. بعدا انشاءالله در درس‌های آینده درباره نام‌های قرآن کریم، تقریبا 65 نام دارد، درباره حکمت نزول قرآن کریم، موضوع قرآن کریم، همه تو مخاطبین قرآن کریم، قرآن کریم به چند گروه خطاب میکند، همه تو درس‌های آینده انشاءالله تفسیروار ما بیان میکنیم. انشاءالله از شما دوستان گزارش است به این چینل پیوست شوید و از دروس قرآنی استفاده بکنید، یاد بگیرید، خودتان عمل بکنید و به دیگران یاد بدهید. و من الله توفیق.